آها شمیر و ایوال بیا همینو بیا امیر ای سمکی آوردن خب حالا داداش اسم نمی‌کردی شاید کاراکتر بخوام دادم کی صحبت کرد؟ اوه عربن همشون جی همشون عربن من بران برای خودم داداش پرام این امده خط بذار راست دیگه خط بذاریم ما خوشون میشیم داداش حوصله داری که اصلا من برم به استفاده کردن کار نردی که شمپیچر فشار نده کجا؟ دلم تنگه دلم تنگ کیلو من نگیره کسی نگاه کن 1000 تا هنر دارن هیچ کدوم بلد نیستن استفاده کنن یا ابوالفضل بسم الله الرحمن الرحیم دوری کیلوزی نکن آجی دارم ریف میخوام بدم بذارید نه من خودم میرم بیا بگیر پرام دهنت سرویس برام من بگیر پرام حروم زاده ای منو نگیری پرام برمون خدا جان فیلم بذار من برم اونو بذار پرام بیا من تو رو بگیرم بیا داداش جان ناموست بیا بگیر خسبازی در نیار عجب کاری برامون باش ریوایف نباید کنیم که اینا مگه ریوایف دادن داشت ریوایف میکردم بگیر کجا سبزن؟ آیدی عجب بده بگیر ندمش درست نمیش ویدیو بگیرم نگاه کن وقتی گیر آدم یزید بیا تو بیای من چیز کنیم وقتی گیر آدم یزید بیفتی داداش من المنت شدم اوی کیر پسکش طویل است مگه فکر نکن فرام با همه دختر رو دوام شما یخ لباس کن داداش هم اصلا نیستیم شاعر اگه مدد کند یه تو بست عجیشیمون نشه ناموسن عشیش بشه موفت تو موفت یارو مزه بیشوخی دیرم نمیخوره آجی احساس من خیلی دارم میس میدم اصلا خیلی دارم میس اینا دارن امبیشی رو دارن شیاف میکنن بعد آجی عجیشیمون نشه ناموسن عشیش بشه بیا بخوام رو دراز بکشم نه خواب بک نده امبیشی رو دارن شیاف میکنن ای واو یا حسین چهار اولی جی کیان اف پولو پلیر پولو وان شات پلیر وان شات برزیلی باو دیزرت پلیر دیزرت پلیر برزیلی جی لاس نیکو جی برو لا امبیچر پلیر ریوایو ممنون ازش من مردم من ریوایو حالا شما مردی من ریوایو تو نکنم از این داری فاین در فضل کلان گی میخوری باری کلا نمیشه من نمیتونم
کیا بلند دست کات کن. چشم حتما باید کات میکنم. این دفعه تو جمع نکنیم. بیا شما شو داداش روشن کردم. این. بریم الهمت که تو زنگ بشه بزن. به جان خود کیام بیا شمیر و ایوان امیر ای سمه کیرم دهنت. دوستان اینم از نتیجه کاستوم بود. بعد ما هم دیدیم که ما هم یکی از یارمون بک داده بود 3-4 درست داشتیم پلی میدادیم. بعد منم یکم بد پلی دادم چون زیاد درآمد نه دستم هم گرم در یه لگ ریزی هم داشتم. حالا امیدوارم لذت برده باشید. بعد اگه ویدیو ایرادی هم داشت یا مثلا یه چیزایش اوکی نبود تو ویدیوهای بعدی اوکیش میدم. فعلا خداحافظ.